به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در ناحیه سینا با عریضه مرد 35 ساله ساکن ناحیه مذکور مراجعت نموده است که 3 سپتامبر سال 2023 مرد 28 ساله ساکن پایتخت که پیش با ماده 248 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان صادر شده است در نزد بازار دهقان شهر دوشنبه از داخل افت شخصیش در دست پسرچه خردسالش با روی آشکارا یک عدد تلفن موبیلی را که ارزشش 4000 سامانی را تشکیل می‌دهد تصرف نموده از جای حادثه غایب شده است. این چنین گمان برشونده صحنه 3 سپتامبر سال 2023 در نزد بازار دهقان شهر دوشنبه از داخل افت شخصی مرد 32 ساله ساکن ورزاب از دست پسرچه خردسالش با روی آشکارا یک عدد تلفن موبیلی تمغه سامسونگ A21 که ارزشش 2500 سامانی را تشکیل می‌دهد تصرف نموده از جای حادثه غایب شده است. از روی این حادثه و تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در ناحیه فردوسی عریضه زن 40 ساله ساکن ناحیه مذکور وارد گردیده است که 23 سپتامبر سال 2023 تقریبا ساعت 17:00 دقیقه نابالغ 15 ساله ساکن ناحیه مذکور با روی پنهانی به خانه استقامتیشان در آمده از آنجا 13000 سامانی را دزدیده از جای حادثه غایب شده است. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی دو در ناحیه فردوسی عریضه مرد 29 ساله ساکن ناحیه مذکور وارد گردیده است که ماه اپریل سال 2023 زن 30 ساله ساکن پایتخت با روی فریب به باوریش در آمده از او در چندین مرحله به مبلغ 114848 سامانی محصولات عطریات، یک عدد بسته جواهرات گوناگون طلایی و لوازمات آرایش دهنده زنانه را گرفته قسما مبلغ را برگردانیده باقی مانده مبلغ‌هایش را تا حال برنگردانیده است. در نتیجه به جبر دیده به مبلغ 94600 سامانی ضرر رسانیده است. این چنین به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در ناحیه شامنصور با عریضه مرد 43 ساله ساکن ناحیه مذکور مراجعت نموده است که سال 2019 مرد 46 ساله ساکن شهر کولا با روی فریب به باوریش در آمده از او با بهانه فروختن محصولات میوه و سبزیجات یک مقدار محصولات میوگی را به مبلغ 60000 سامانی گرفته وعده داده است که بعد از فروختن مبلغش را برمیگرداند، اما تا حال مبلغش را برنگردانیده است. اوی بین حادثه ها تفتیشات ادامه دارد.